بسم الله الرحمن الرحیم. هموطن عزیز و گرامی سلام. آغاز اجرای طرح ساماندهی مشاغل شاه 3 کیلومتری حرم رضوی. پس از برگزاری گردهمایی منتخبان مهاجین افغانستان شاغل در اصناف محدوده 3 کیلومتری حرم رضوی و نمایندگان تشکیل‌های فرهنگی که در سالن اجتماعات اداره کل امور اتباع و مهاجین خارجی استانداری برگزار شد. سامانه اختصاصی ساماندهی با عنوان سیام FA.IR رسما از سوی اداره اتباع راه اندازی و فعال گردید. مسئولان اداره اتباع اعلام کردند که زمان فعالیت این سامانه بسیار محدود است و تمام اتباع غیر ایرانی شاغل در مشاغل مختلف این محدوده باید بدون کوچکترین تأخیر نسبت به ثبت نام اقدام کنند. همچنین بار دیگر هشدار داده شد افرادی که در این بازه زمانی کوتاه ثبت نام خود را تکمیل نکنند از روند ساماندهی جدید کنار گذاشته می شوند و امکان دریافت هر گونه مجوز یا تسهیلات قانونی برای فعالیت شغلی در این محدوده را از دست خواهند داد. تمام اتباع غیر ایرانی شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم رضوی باید با مراجعه به وبسایت siamfa.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنند. خب هموطنان عزیز، مطابق این خبر اگر شما یک اتباع غیر ایرانی هستید و شاغل در شعاع 3 کیلومتری حرم رضوی می باشید، حتما وارد این وبسایت شوید و مشخصاتتان را درج کنید. قرار است در آینده هر گونه مجوز یا تسهیلات قانونی که برای فعالیت شغلی شما در این محدوده صادر گردد، چون مدت از این پروسه بسیار محدود است، پس هموطنان عزیز کوشش کنید حتما به زودترین فرصت مشخصاتتان درج کنید، البته مطابق این خبر. خب در این ویدیو قرار است ما و شما وارد سایت شویم و تا جایی که ممکن است مشخصات درج کنیم و ببینیم که جزئیات این فرم از چی قرار می باشد. خب ما وارد سایت میشم عزیزان. خب هموطنان عزیز، ما سایت باز کردم. فعلا در صفحه اول سایت قرار دارم. در این قسمت نوشته شده طرح جامع تکریم و ساماندهی اتباع خارجی. طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی با هدف مدیریت، ساماندهی و هدایت موثر حضور اتباع غیر ایرانی در کشور طراحی شده است. این طرح تلاش دارد از طریق ثبت نام، شناسایی، تحصیلگری در صدور مدارک هویتی و ارائه خدمات قانونی شرایط حضور اتباع خارجی را با مجموع سیاست‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مهاجرین خارجی به ویژه در بخش اشتغال هماهنگ کرده و ضمن حمایت از حقوق اجتماعی مهاجرین با ایجاد ساختار نظاممند و هماهنگ فرآیندهای صدور مجوزهای قانونی را با نیازمندی‌های کشور مدیریت نماید. مطابق این متن هموطنان عزیز، این سایت مخصوص به این منطقه نمیشه. فعلا فقط در این سایت باز شده، یعنی پروسه شروع شده. نظر به این بیانیه ما و شما میبینیم که قرار است این سایت برای تمام استانهای ایران و اتباع خارجی، نیروی کار خارجی مورد استفاده قرار بگیره. فعلا فقط کسانی که در شعاع 3 کیلومتری یا در منطقه 3 کیلومتری حرم رضوی قرار دارد و مصروف به کاربار هستند حتما باید وارد این سایت شوید و فرم را تکمیل کنید. خب بعد از اگه ما شما به قسمت پایین حرکت کنیم، خب اول ورود به سامانه هسته. هموطنان عزیز، شما در قدم اول از طریق ورود به سامانه نمیتونید وارد شوید. شما باید این دو گزینه بعدی رو مرور کنید. گزینه اول مربوط به کارفرمایان است و گزینه دوم مربوط به اتباع خارجی. اگر شما از جمله کارفرمای ایرانی هستید، یعنی شما اتباع ایرانی هستید و زیر نظر خود چند تا نیروی کار خارجی دارید یا نیاز به نیروی کار خارجی دارید، میتونید از قسمت اول وارد شوید. خب در این قسمت برای شما راهنمایی کرده. در بخش کارفرمایان، کارفرما میتوانند با ثبت اطلاعات نیروی کار غیر ایرانی تحت مدیریت خود و اعلام نیازمندی های واحدی مربوطه به نیروی کار خارجی نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت اشتغال اتباع خارجی ایفا کنند. بدیهی است اطلاعات ثبت شده به صورت دقیق راستی آزمایی خواهد شد. خب اگر شما از جمله اتباع ایرانی هستید یا کارفرما هستید، میتونید از گزینه اول وارد شوید. اما میرسیم به گزینه دوم، کسانی که اتباع خارجی هستند. در بخش ورود اتباع خارجی، اتباع شاغل در ایران میتوانند با ثبت اطلاعات خود، اعضای خانواده و سایر آشنایان غیر ایرانی در فرایند شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی مشارکت نماید. این اقدام علاوه بر کمک به نظم بخشی حضور اتباع در کشور، زمینه ساز بهره مندی از تحصیلات پیش بینی شده در طرح ساماندهی است. بدیهی است که اطلاعات ثبت شده به صورت دقیق راستی آزمایی خواهد شد. کسانی که اتباع غیر ایرانی هستند
و در شعاع 3 کیلومتری حرم رضوی فعلا مشغول به کار هستید، میتونید از گزینه دوم وارد شوید. خب ما فعلا هموطنان عزیز از گزینه دوم وارد میشم، یعنی اتباع خارجی. در این قسمت هموطنان عزیز یک نکته دیگر فعلا باید داشته باشید، ورود به سامانه هست. خب چون بعدا ما و شما دوباره برمیگردیم به ورود به سامانه. خب ثبت نام اتباع خارجی را باز میکنیم. خب ما فعلا در صفحه اول از این فرم قرار دارم که مشخصات مرا خواسته، نام و نام خانوادگی. شما هر چی که مشخصاتتان است اما نامتان در این قسمت نوشته میکنید. مثلا من نوشته میکنم علی، نام خانوادگی مثلا نوشته میکنم احمدی. خب گزینه بعدی را انتخاب میکنیم. خب ما فعلا وارد صفحه دوم شدیم. در این قسمت از شما شماره تماستان خواسته. خب مثلا ما یک شماره تلفن در این قسمت درج کردیم و گزینه بعدی رو باز میکنیم. در این قسمت ما و شما رسیدیم به صفحه سوم. در اینجا هموطنان عزیز از شما تاریخ تولدتان خواسته و همچنین جنسیتتان که شما خانم هستید یا مرد هستید. خب تاریخ تولدتان در این قسمت انتخاب میکنید عزیزا. بعد از او هم وارد صفحه بعدی میشیم. خب فعلا هموطنان گرامی شما تانستین 3 مرحله را موفقانه تکمیل کنید. در مرحله چهارم خب خراسان رضوی، اما استانی که فعلا شما قرار دارید مربوط به کدام استان میشه؟ خراسان رضوی، نام شهر مشهد. خب ما تانستیم 4 مرحله را تکمیل کنیم. بعد از اون فرم شما ارسال میکنید. خب فرم شما موفقانه ارسال شد. در این قسمت گفته اطلاعات با موفقیت ثبت و پیامک رمز عبور برای شما ارسال شد. با استفاده از شماره همراه و رمز عبور ارسالی می توانید به سامانه ورود کرده و اطلاعات را تکمیل فرمایید. خب هموطنان عزیز شما فرم را ارسال کردید. حالا برمیگردیم به صفحه اول. در این قسمت نوشته بود ورود به سامانه، اگر یادتان باشه. این در قسمت هموطنان عزیز ورود به سامانه، زمانی که شما این را باز میکنید، خب به شماره تماس شما یک پیامک آمده که رمز عبور شما است و مو شماره تلفنی که شما قبلا درج کردید در گزینه اول یا در چارت اول شما انتخاب میکنید و بعد از اون رمز عبوری که در پیامک برای شما ارسال شده در خانه دوم انتخاب میکنید. بعد از اون ورود به سامانه را انتخاب میکنید و مشخصات بعدی که از شما خواسته شده اونا را طی مراحل میکنید. خب قدم به قدم پیش میرین تا مشخصاتتان درج شود. خدا کنه هموطنان عزیز برای شما مفید واقع شده باشه و برای اتباع خارجی بود و همچنان کارفرمایان ایرانی همچنان میتونه این مرحله را به همین منوال پیش ببره. خب عزیزا این بود موضوع امروز که خواستم با شما شریک بسازم. خدا کنه برای شما فهمانده شده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا حافظتون.